طبق قانون عفو حکم خبرنگاران زندانی کم می شود. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، بر اساس قانون نوی عفو حکم زندانی خبرنگاران دلیر امام علی، عبدالله غربتی، ذوقی، سعید امینی، احمد ابراهیم، خورشید فاضل و رخشان حکیمه و 3 سالی کم شده است. برخی از آنها سال 2022 بازداشت و با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع که خودشان نپذیرفتند از 7 تا 10 سال زندانی شدند. بعد کم شدن مهلت زندان قرار است ذوقی، سعید امینی ماه ایول و عبدالله غربتی ماه دکبر امسال آزاد شوند. به گفته نزدیکانش، خورشید فاضل خبرنگار دیگری تاجیک بعد 3 سال کم شدن مهلت زندانش ماه مارس سال آینده رها می شود. احمد ابراهیم سرمحرر روزنامه پیک، یگانه نشریه مستقل در شهر کولاب و بلاگر دلیر امام علی که به 10 سال و 4 ماهه زندان محکوم شدند، 3 سال بروقتر آزاد می شوند. رخشان حکیمه و سال 2025 با گناه به گفته مقامات خیانت به دولت 8 سال از آزادی محروم شد. این بند قانون جنایی شامل عفو نمی شود، ولی حکم او را برای زن بودنش 3 سال پایین آوردند. خود او و نزدیکانش هیچ وقت اتهام را اعتراف نکردند. درباره شامل قانون عفو شدن یا نشدن عبدالستار پیر محمدزاده، خبرنگار دیگری تاجیک، بلاگر خوشام غلام و الفت خانم محمدشاه و معلومات دقیق در دست نیست. قانون نوی عفو که روز 16 ایان امسال اعلام شد، زیاد از 18,000 کس را فرا می‌گیرد.